پانوراما زنده از امام حسین تیوی در کربلا. سلام بر شما. عید میلاد امام محمد تقی حضرت جوادالائمه علیه السلام و یادواره میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام را خدمت یکایی که شما بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می کنم. محمد ابن علی ابن موسی با کنیه ابو جعفر ملقب به ابن الرضا و جوادالائمه علیه السلام نهمین جانشین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله است. در این قسمت از پانوراما به مناسبت 10 رجب الاسب میلاد امام محمد تقی حضرت جواد علیه السلام نگاهی داریم به زندگی علمی آن امام دانش و بخشش. در خصوص تاریخ و محل ولادت امام جواد علیه السلام اختلاف نظرهایی بین مورخین وجود دارد، اما مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد 10 رجب الاسب به سال 195 قمری و در مدینه را ذکر کرده است. واقفیه که بر امامت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام توقف کردند و به امامت امام رضا علیه السلام اقرار نکردند، پیش از تولد امام جواد به امام رضا علیه السلام طعنه می‌زدند و به دلیل نداشتن فرزند پسر امامت ایشان و پس از ایشان را زیر سؤال می‌بردند. اما با تولد امام جواد علیه السلام این توطئه ها خنثی شد و امام رضا این مولود را موجب برکت برای شیعیان دانستند. امام جواد علیه السلام پس از شهادت امام رضا در 8 سالگی به امامت و در 25 سالگی به شهادت رسید و در میان امامان و جانشینان خاتم الانبیا جوانترین در هنگام رسیدن به امامت و همچنین هنگام شهادت بود. همین سن کم جوادالائمه علیه السلام موقع رسیدن به امامت بار دیگر دستاویزی برای فتنه انگیزی فرق انحرافی شد، اما به مشیت الهی تسلط و قدرت دانش آن حضرت در موضوعهای علمی همه را شگفت زده کرد. نبوغ و تبحر علمی فوق‌العاده امام جواد علیه السلام در نوجوانی و جوانی خیلی زود جایگاه آن حضرت را در مدینه و سایر بلاد اسلامی برجسته نمود. امام جواد علیه السلام با شیعیان در اقصی نقاط عالم اسلام از طریق سازمان وکالت و به شکل نامه‌نگاری ارتباط داشت. در دوره امامت آن حضرت فرقه های انشعابی شیعی همچون اهل حدیث، زیدیه، واقفیه و غلات فعالیت گسترده‌ای داشتند. حضرت جوادالائمه علیه السلام شیعیان را نسبت به عقاید انحرافی ایشان آگاه و از نماز خواندن پشت سر آنها نهی و غالیان را لعن می‌فرمودند. سنت مناظره و گفتگو که از دوره امام باقر و امام صادق علیهم السلام باب شده بود، در دوره امام رضا و امام جواد علیهم السلام رونق بیشتری داشت. مناظرات علمی حضرت جوادالائمه علیه السلام با عالمان فرقه های اسلامی در مسائل کلامی و فقهی از مناظرات مشهور و ماندگار تاریخ اسلام شناخته می شود که بخشی از آن ثبت و به ما رسیده است. فرهنگ متعالی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام با تکیه بر اقناع عقلانی و بر پایه گفتگو و مناظره و پرهیز از خشونت و اتهام زنی با تأکید بر اصول عقلانی مناظره و گفتگو نشان می‌دهد مذهب شیعه امامیه از ابتدا مذهبی گفتگو محور، عقلانی و صلح طلب برای جذب دلها و اقناع استدلالی عقلها بوده است. برخلاف این جریان شیعی گفتگو محور، جریان اسلام اموی و اسلام عباسی که متکی بر خونریزی و ظلم و زور و تکفیر و ارهاب بوده و تا همین الان هم اسلام سنی های تندروی داعشی تداوم همان خط 13 قرن پیش ایشان است. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، در پانورامای امشب جناب دکتر سید حبیب نبوی، دین پژوه و استاد دانشگاه از تهران و جناب آقای سید فاضل موسوی تبار، کارشناس دینی و مذاهب تطبیقی خمسه از مشهد همراه ما هستند. شما نیز با ما بمانید تا بیشتر در این زمینه بگوییم و بشنویم.
میهمانان محترم شبکه امام حسین علیه السلام، جناب دکتر نبوی و جناب آقای موسوی تبار، سلام علیکم، اسعد الله ایامکم. سلام بر شما، تبریک عرض می‌کنم، انشالله که ایام بر شما مبارک باشه. به همه بینندگان عزیز هم تبریک. همچنین مهمان عزیزتون جناب آقای موسوی تبار. متشکرم. جناب آقای موسوی تبار با ما هستید؟ خب من صدای شما رو ندارم جناب آقای موسوی تبار. ظاهراً هنوز ارتباطمون با مشکل مواجه است با جناب آقای موسوی تبار. جناب دکتر نبوی، اولین سوال رو از حضرت عالی آغاز می‌کنم. منطق گفتگو محور و مناظره‌ای امام جواد علیه السلام در مقابله با جریانات انحرافی چه پیامی برای امروز شیعیان به ویژه محققین و مبلغین دارد؟ امام جواد علیه السلام در دورانی چشم به جهان گشود که یکی از بحرانی ترین روزگاران ساحت عقیده بود. دوران بحران اعتقاد، بحران فکر، بحران مشی سیاسی، چندین بحران در نهایت شدت در دوران امامت کوتاه مدت امام جوان، امام محمد تقی جواد، در حقیقت مطرح بود که یکی از بزرگترین ایراداتی که بر امامت امام جواد هم واقفیه، هم زیدیه، هم غلات شیعه می گرفتند این بود که این بسیار سن کمی دارد و اون دانش کافی، مهارت کافی، سیاست کافی، اهلیت برای جانشینی امامی رو ندارد که در حقیقت کار بسیار بسیار پیچیده و مهمی در اون روزگار بر عهده داشت امام رضا علیه السلام. اما امام جواد با نقش عالمانه خویش، دانشمندانه خویش، با علمگرایی، مباحث محور، گفتگو محور خویش به همه اون معترضین نشان داد که دارای یک شخصیت علمی شایان و برجسته است. مأمون رشید هم بنا به برخی از روایات به دلیل نقش عالمانه این بزرگوار به او ارادت نشان میداد. حتی به زوجیت در آوردن ام فضل دختر خویشتن برای امام جواد بنا به بعضی روایات همین شیفتگی و علاقمندی مأمون به فضیلت عالمانه امام جواد بوده. حالا اون موضوع سیاسی قضیه رو بگذاریم که او با یک نگاه سیاسی بخواهد در خاندان علی بن موسی رضا، در خاندان پیامبر یک جاسوسی داشته باشد و این نگاه هم جای خود محل بحثه. اما منزلت علمی امام جواد برای مأمون الرشید هم محل حرمت بود، محل احترام بود. نشان داد آن چیزی که در زبان چندین گروه های بحرانساز در عالم شیعه، در عالم اسلام کلا، که مقام ایشون مورد خدشه به حساب می اومد و مهمترین دلیلشون هم سن کم ایشان و عدم موفقیت این بزرگ برای کسب دانش بلند، علم کافی و شایستگی و اهلیت برای امامته، اون نشان داد دارای یک علم جزیل، دانش مسلم
آگاهی بسیار بسیار بلندی است که در مناظره‌های مختلف اون رو نشان داد. درسی که بر شیعه امروز در حقیقت القا می‌کند آن بزرگوار با این روشش، با این شیوهی که در اون روزگار بحران پیش گرفته او بود، بله. درسی که به جامعه شیعی امروز القا می‌کند همون گفتگو محوریه. یعنی به جای اینکه شیعه نماد شمشیر و سلاح و جنگ و ستیز و غلبه بر رقبه و نفوس به حساب بیاد، در عرصه تفکر، در ساحت اندیشه، در مناظره، در ساحت علم، اینها سنت و سیره و روش آن بزرگوار را پیش بگیرد. او سیره نبوی شریف را پیش گرفته بود که پیامبر سرتاسر وجودش مشحون بود از معارف، مشحون بود از داده های وحیانی، علم، شعور، اندیشه، تفکر. به هر حال برای پسینیان خود، آنهایی که بعد از او خواهند آمد در پایگاه تشیع نقش ایفا خواهند کرد، سلاحشون علم و دانش و رفق و شفقت و مهر باشد که با علم و دانش و فضیلت این رفق و شفقت در حقیقت در مقام پیوند باشه. او درس یک ارتباط فکری و نظری را داره بر شیعیان تعلیم میدهد. در روزگار بحران چراغ در حقیقت شکننده تیرگی، شکافنده تاریکی ها و ظلمات علم، نه قهر، نه زور، نه غلبه بر رقبه دیگران، نه شمشیر. هیچ کدوم از اینها نقش موفقی نخواهند داشت در روزگار بحران عقیدتی، در روزگار بحران دینی، در روزگار بحران فکری. بهترین چراغ اندیشه و علم و تفکر و گفتگو کردن با حریف، با رقیبان و دعوت اونها از پایگاه صلاحیت و اهلیت علمی و فکری و دانش و بینشی است که آن بزرگوار که 25 سال بیشتر عمر نکرد، اما در اون سن کوتاه خود، در اون دوران جوانی خود نشان داد که علم محوری که حوصله می‌طلبد، شکیبایی می‌طلبد، رقیب شکیبی می‌طلبد، همه اینها را در وجود خود در کمال بلاغت و در کمال اهلیت و صلاحیت نشان داد و درسی برای مسیر شیعیان، آینده شیعیان، باشندگان در ساحت‌های دیگر تاریخ در حقیقت از خود به جای گذاشت. متشکرم. جناب آقای موسوی تبار با ما هستید؟ خب متاسفانه آقای موسوی تبار صدای من رو ندارن. جناب دکتر نبوی، من سوال دوم رو از حضرت عالی میپرسم. با توجه به بحران‌های متعددی که شما در پارت قبلی صحبتاتون اشاره فرمودید و اشاره کردید به علم و منطق گفتگوی حضرت جوادالائمه علیه السلام، بفرمایید که از زندگی علمی و اخلاقی امام جواد علیه السلام چه درس‌هایی میتوان گرفت؟ اونها زندگی کردنشان، آن بزرگواران، یک زندگی کردن در این که میبایست زندگی طبیعی را مثل همه انسان‌های پهنه‌ای داشته باشند، زندگی کردنشون علاوه بر این نقش طبیعی زندگی، تعلیم و درس و تلقین و مسئولیت بود. بعضی از اصناف در جامعه زندگی خودشون باید درس باشد، زندگی مسئولانه‌ای دارند برای اینکه اونها اسوه و الگو قراره به حساب بیان، خصوصا در روزگاری که اسوه بودن اونها، الگو بودن اونها در روزگار بحران خصوصا شکافنده تیرگی ها و شبهه ها و شیطنت هایی که معمولا ارباب جهل و جرم اونها رو ایجاد میکنن، اینها باید
در زندگیشون رو مکتب قرار بدن. شاید مصداق سخن امام صادق علیه السلام باشه زندگی امام جواد که آن بزرگ فرمود کونو دعات الناس به غیر السنتکم. آن بزرگ نه تنها با زبان در گفتار صاحب بلاغت، مقام بلاغت بود، او با تمام سلوک زندگی خود مکتبی رو داشت تشریح میکرد، علم رو داشت تلقین میکرد، راه و روش و مشی انسانی رو در عالم تشیع تعلیم میداد. تمام سلوک امام جواد علیه السلام مرحله به مرحله گویا سنجیده، اندیشیده، مثل یک مکتب تلقین درسه. کسانی که محض زندگی آن بزرگوار رو تورق کنند، هرچند تاریخ مبسوطی نداریم زندگی کوتاه امام جواد، چندان مجال تن دادن به چکامه تاریخ رو نداشته، ولی همون میزان که از زندگی آن بزرگوار در حوصله نویسندگان و قلم تاریخ واقع شده است، گویا مرتبه به مرتبهش ضرورتاً و به ناگریز درسه. بعضی انسان ها ناچارن در قالب مشی عادی خودشون درس بدن. مجال گشودن یک مکتب تعلیمی برای اونها نیست. همونطوری که میدانید در عمر کوتاه امام جواد چندین مورد ایشون به بغداد احضار شد. بله. یعنی شرایط سیاسی امنیتی برای او بسیار دشوار بود. او میبایست تلویحاً با سلوک مشی خودش تعلیم بده، اخلاق را تعلیم بده، صبوری و شکیبایی رو بر شیعیان تعلیم بده. در این حال خط شناسی در روزگاری که فرقه های منحرفی وجود داشتند که اون فرقه های منحرف یکی از اونها غلات شیعه بود، اهل قلوب، باید اونها رو با یک بیان مخصوص، نه با بیان صرفاً بلکه بیش از بیان با یک سیره و رفتار و منش مخصوص باید اونها رو افشا میکرد. مردم رو به طریق درست و به راه صواب راهنمون میشد. بنابراین رفتار ایشون درس بود. همونطوری که در سلوک زندگی، در مسیر زندگی بعضی ائمه این شیوه بود. امام سجاد علیه السلام با دعا تعلیم میداد. دعاهای صحیفه سجادی درسه. هر فراز از اون دعاها درش حکمت وجود دارد، درش سیاست وجود دارد، درش اخلاق وجود دارد. مثلا دعای مکارم الاخلاق رو وقتی از دعاهای امام سجاد علیه السلام میخونیم، سطرش، تیترش درس اخلاق بزرگه. یه جا میگه که و اخالف من اختابنی به حسن ذکر، خدایا به من توفیق بده کسانی که بد من را میگویند من با ذکر خیر از اونها یاد بکنم. و اعطی من حرمنی بالبر بالبذل، کسانی که من رو محروم کردن دست بذل باز کنم. آن بزرگوار با دعای خودش در قالب دعا تعلیم میداد. امام جواد در نشست و برخاست، خصوصا در محضرهای علمی، در مناظراتی که در اون مناظرات ضمن اینکه علم نهایت بلوغ خودش رو، تأثیر خودش رو، فروغ خودش رو نشان میداد، از اون بالاتر شکیبایی، صبوری، نجابت، اخلاقی بود که در اطمینان شخصیت امام جواد علیه السلام تبلور پیدا میکرد و دلبری میکرد. علمی که به جای اینکه به مباهات بیانجامد، به جای اینکه خودنمایی افاده کند، علمی که نجابت و منزلت اخلاقی بلند و اون شرم و بزرگ منشی که با تمام صفات اخلاقی، با آداب مخصوص تبلور پیدا میکنه، در منزلت امام جواد علیه السلام حتی از دشمنان دلبری میکرد که گفتند الفضل ما شهدت به الاعداء. بله. فضیلت آن است که دشمن بر آن شهادت بدهد. که حتی اهل سنت
برخی از اهل سنت میبینید که فضیلت امام جواد رو نتوانستن انکار بکنن. بر فضیلت او که با اخلاقش آمیختگی داشت، اون رو در عالی‌ترین بیان، در عالی‌ترین تقریر در گزاره‌های تاریخی خودشون اعتراف کردند. درود بر شما. جناب آقای موسوی تبار، شما صدای من رو نداشتید. من مجدداً عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما. درود بر شما جناب آقای بهرام عزیز، انشالله که سلامت و مؤید باشی، ایام کوتاه گرده کنم. متشکرم. جناب آقای موسوی تبار، بفرمایید که چگونه شد که حضرت امام محمد تقی علیه السلام به جود و بخشش مشهور عام و خاص شدند؟ امام جواد علیه السلام که فرزند امام رضا علیه السلام هستند و امام نهم، پیشوای مطهر نهم ما شیعیان و مسلمانان است، از مادری به نام سبیکه که از قبیله یا طایفه ماریه قبطیه بوده به دنیا میاد و کرامات معصومین که همچون پدر بزرگوارشون که جز کریمان بوده و لذا داره که امام رضا علیه السلام برای خدمتکارش خانه وسیعی را میخره و به خدمتکارش میدهد، میگوید من منزل دارم، میگوید شما عائله مندی، این برای شما خانه ای که داری کوچیکت، خانه وسیعی باید داشته باشی که عائله شما در رفاه باشن. خانواده کریمان هم از لحاظ علمی خانواده مطهر و اهل تفسیرن و هم از لحاظ کرامت و دانایی و علم برتری دارند. بله. و لذا پدرشون در سال 202 هجری قمری که به شهادت میرسد، ایشون امامت رو بر مبنای اون مراجعات و مناظرات و گفتگوها با علمای شیعه و اطرافیان مأمون که در زمان مأمون و در زمان معتصم که به اصطلاح خودشون خلافت رو غصب کردن، امامت رو بر عهده داشته و مناظراتی با علما داشته که اثبات میکند که ایشون به عنوان امام نهم و جانشین پدرش هستند که جلسه‌ای در به قول گفتنی ها با علمای شیعه که عمویشون عبدالله ابن جعفر در مجلسی میشیند و مناظره میکند و به قول گفتنی ها علمای شیعه سوالاتی ازش انجام میدن و سوالات علمای شیعه را نمیتواند جواب بدهد، علما مایوس میشوند که از مجلس بلند شوند و خدمتکاری از در دیگر وارد میشود، میگه که امام جواد داره میاد که به سوالات شما پاسخ بدهد و میاد بعد از اینکه سوالاتی میشه و سوالات پاسخ میدهد و علمای شیعه با خوشحالی و خوشنودی از مجلس بلند میشن و دعا میکنن به جان امام جواد علیه السلام و مناظراتی داشته که در دربار مأمون، اگر وقت است که یک توضیح بدم، مناظره با یحیی بن اکثم که یحیی بن اکثم هم احسن و به قول گفتنی ها دعاگو میشه در آخر سر که جز علمایی بوده که در دربار مأمون به نام بوده و علما این انتخاب میکنن که از حضرت سوالی بکنند و بعد حضرت هم از ایشون سوال کنند. اگر وقت هست که توضیح میدم. ممنونم از شما جناب آقای موسوی تبار. جناب دکتر نبوی، از آنجا که اهل بیت علیهم السلام و همچنین حضرت جواد الائمه علیه السلام در مناظره ها هدفی غیر از جهل زدایی و آگاه کردن طرف مقابل نداشتن، بفرمایید که منطق گفتگو و مناظره امام جواد علیه السلام چگونه بود؟ در مناظره ها چه می کردند؟ سوالتون از بنده بود، من صداتون رو قطع داشتم یک مقدار. مجددا تکرار کنم سوال رو.
فرمودید منطق گفتگوی ایشون در مناظرات عرض کردم بله. ظاهرا من این من در سلوک و سیره ائمه اطهار علیهم السلام یک منطق سلسله واری رو میبینم که به هر حال در یک سلسله این منطق رواج داشته، از اولین امام تا همه ائمه‌ای که در حقیقت از اونها سخنانی به تقریر رفته است، سخنی بوده که این سخن حق مخاطبش بوده. زمانی که اینها سخن میگفتن مدارای شنونده گویا حق شنونده بوده در مقام گفتگو، حتی حق حریفشون، حریفی که در مقام شکستن اونها در مقام مناظره هست، میبینید که حق او رو مسلم میدارد که پیامبر بزرگ اسلام هم فرمود امرنا به مدارات الناس، مدارای مردمان عموما، در محضر علمی مدارای کسی که انسان با او در مقام مناظره هست که امکان بدیم که او سخن خودش رو بیان بکنه. آن بزرگوار گفتش که تو دشمن منی، این رو به ولتر نسبت میدن، میگن که ولتر یک دشمن داشت. روسو و ولتر دو دشمن بودن، اینا در مقام خصومت با هم همیشه مشهور بودن، ولی روسو یک فردی بود لاابالی که غالبا تحت تعقیب پلیس بوده و اینها. ولتر کلید ویلای خودش رو به او میده، میگه که برو در ویلای من فلانجا پلیس دنبالته. این میگه تو دشمن منی، چرا خونت رو در اختیار من قرار میدی من از دست پلیس در امان باشم؟ اون میگه که تو دشمن من هستی، ولی من حاضرم جان خودم رو فدا کنم تا تو دشمن من بتوانی حرف خودت رو بزنی. این حق مناظره و حق حریف در مقام مباحثه علمی است. این رو از یک فرد غیر مسلمان ما در صریح‌ترین لهجه و بیان می‌بینیم. مسلم ائمه ما در این مقام نقش بازغ‌تری داشتن، نقش بلندتری داشتن که به حریفشون این حق را میدادن که اونها آن چیزی که در سینه دارن با کمال صراحت بدون لکنت زبان به تعبیر علی ابن ابی طالب غیر متعتع بتونن حرف خودشون رو بیان بکنن. این منطقی بوده که فضا رو برای گفتگو مهیا می‌کرده و در مقام سخن گفتن همیشه از ائمه اطهار علی‌رغم اینکه حقانیت خودشون رو دیگه میدونن، در مقام مسلم حقانیت خودشون رو به هر حال میشناسن، ولی با همه این احوال آنچنان از حریف خودشون سخن میشنیدن که گویا دارن نقد میشوند و یاد میگیرند و اگر سخن حق از اونها باشه اینها کمال خضوع فروتنی رو نشان میدادن که اگر حق از آن ایشان باشد اینها پذیرای کلام اونها، موضع اونها و منطق اونها باشند. این حریف پذیری و وقع نهادن به طرف گفتگو و حق اونها را مسلم دانستن و حرمت نهادن موجب می شد که اینها در مقام گفتگو نقش محترمانه ای رو رقم بزنن، چه حق با اینها باشد در اون مقام گفتگو، چه حق با اینها نباشد در نتیجه گیری نهایی که در اون محضر بوده. آن چیزی که مسلم می شد منزلت اخلاقی اینها، شرافت انسانی اینها، نجابت اینها بالای هر چیز دیگری اونجا تبلور پیدا میکرد. لذا منطق گفتگوی او با اخلاق محوری، با حق شناسی حریف خود، ولو اینکه حریفش یک آدم بیدین و لامذهب بوده باشه، حق شناسی حریف برای اونها یک برگ برنده‌ای بود، اما اینها نه به منظور برگ برنده در اختیار داشتن، بلکه به معنای تحقیق، اظهار حق، نتیجه گیری حقانی در نقش خودشون به هر حال پافشاری می‌کردن
سخن میشنیدن. انسان در مقام مناظره حسن استماع باید داشته باشه که گویا اینها گوششون شنوا بود، طرف مقابلشون کاملا احساس میکردن که سخن اونها رو میتونن به گوش اینها به معنای درستش برسانن، اینها سخن اونها رو درک کنن، اگر جوابی دارن جواب بدن. بنابراین مناظره اونها انصاف محورانه، عدل محورانه، اخلاق محورانه بود. لذا برنده ترین برگ همه ائمه ما خود پیامبر ما اخلاق بود. قرآن هم میفرماید لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا الناس من حولک انک لعلی خلق عظیم. اون خلق عظیم، آن در حقیقت حلم و بردباری و فروتنی اینها در منطقشون نقش بسیار بسیار موفق و تاثیرگذاری داشته و درسی بوده برای ماها که بتونیم از اونها این بردباری و این شکیبایی و این اخلاق محوری، این انصاف محوری رو بشناسیم. حق از آن حتی کافر باشد آن رو به رسمیت بشناسیم. این درسی بوده که برای بعد از خودشون اینها این درس رو القا می‌کردن. درود بر شما. بسیار متشکرم جناب دکتر نبوی که در پانورامای امشب همراه ما بودید. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، با ادامه پانوراما در خدمت شما هست. سلام. تا به حال شده در اوج ناباوری، در اوج ناامیدی، هنگامی که احساس میکنی داری دیگه باخت میدی، دیگه کارت تمومه، ورق برگرده و همه چی عوض بشه، چقدر خوشحال میشی؟ حتما برات اتفاق افتاده. یه پول زیادی رو گم کردی، به یک باره هیچ امیدی هم نداری برای پیدا شدنش پیدا میشه. طرف سرطان داره، به یک باره میگن که مریضیش خوب شده. برای خود منم اتفاق افتاده. هیچ موقع از یادم نمیره. پرواز آبادان به تهران داشتم. سوار هواپیما شدیم، 1 ربع تقریبا از پرواز گذشته بود. یک صدای انفجاری اومد که همه رو لرزون. اونجا بود که متوجه شدیم سمت چپ هواپیما موتوری که به بال هواپیما هستش ترکیده. باورتون نمیشه. موتور هواپیما، موتور بال سمت چپ ترکیده بود و بال هواپیما شروع کرده بود آتش گرفتن. یک ولوله‌ای بود، قیامتی بود. اصلا حال و هواشو نمیتونم براتون بگم چطوری بودش. چند نفر قش کردن، چقدر جیغ میزدن، چقدر فریاد میزدن، چقدر یا زهرا و یا حسین و یا ابوالفضل میگفتن. بچه ها چی کار میکردن؟ خود مهموندارا که باید به قول معروف مسافرها رو آروم میکردن، دستاشو گذاشته بود رو سرش و جیغ میزد و فریاد میزد. همه ناامید. به یک باره خلبان کل سنگینی هواپیما رو گذاشت روی بال سمت راست و دور زدش و خیلی آروم نشستیم و پرواز با آروم به مقصد برگشت. شیعیان امام جواد علیه السلام، شیعیان در زمان امام جواد همینطور براشون پیش اومد. تو اوج ناباوری دیدن که مردی که 47 سال سن داره و اولاددار نمیشه، به یک باره فرزنددار شد. پسری به دنیا آورد. و اونجا بود که گروه منحرف واقفی خط بطلانی بود که به اونها خورد و روی خط بطلان کشیده شد. اونجا بود که شیعیان ذوق کردن و در اوج ناباوری فهمیدن که چه کسی امام معصومه. چون واقفیه میگفتن امام رضا امام معصوم نیست و این یک خلأه که نتونه بچه دار بشه، پسر دار بشه و امامت رو برسونه. بریم سراغ سوشیال مدیا و نظر کاربران فضای مجازی.
مطهری نوشته به امامت رسیدن امام جواد در سن کودکی و حل این چالش با علم و تدبیر ایشان نقش کلیدی در حیات اسلام داشت، زیرا این موضوع باعث شد که به امامت رسیدن امام زمان در سن کودکی هیچ شک و شبهه‌ای برای مردم نداشته باشه. خانم صابری نوشته امام جواد فرمودند زینت عقل ادب است، زینت علم تواضع، زینت نماز خشوع، زینت فقر پاکدامنی، زینت سخن فصاحت، زینت بلا و سختی صبر، زینت بزرگواری خوشرویی، زینت غنی و بی‌نیازی شکر، زینت نیکوکاری منت نگذاشتن است. ایمان گفته در زیارتنامه جوادالائمه می‌خوانیم السلام علیک حجت الکبری، یعنی امام جواد حجت بزرگ خداست تا مردم امامت را بفهمند و رابطه امام با خدا و مسئله علم لدنی و عصمت را درک کنند و به این نکته پی ببرند که سن در اینجا جایگاهی نداره. دیگری نوشته سلام بر امام جواد که جود قطره ای بود در پیشانی بلندش و علم غنچه ای بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضائلش. مهدیه گفته امام جواد در مقام رهبری امت اسلام به عنوان الگوی دانشمندان جوانان چنان در عرصه علم و دانش درخشید که دوست و دشمن رو به تعجب واداشت. امامان شیعه این گونه مقتدرانه از اسلام دفاع کردند. مریم نوشته مسئله امامت در سن کودکی معضل کوچکی نبود و هر جامعه ممکن بود با چنین چالشی درگیر شود، اما امام جواد این بحران رو به مرور چنان با علم و تدبیرشان حل و فصل کردند که وقتی امام زمان در کودکی به امامت رسیدند هیچ شک و شبهه‌ای برای مردم مطرح نشد. نازنین خانم نوشتن قربون اون امام برم که اینقدر جلوه علمی بالایی داشت که همین علم زیادش باعث حسادت آدمو شد و باعث از دنیا رفتن ایشون شد. تو فهم دینم کمکم کن تو که بابت هوایج. اصلا گفته تفکر به ما کمک میکنه که آموزهای دین رو از حالت دانی و علم تبدیل به رفتار و دارایی کنیم. از منظر امام جواد علیه السلام حرکت به سمت خدا با قلب راحت‌تر از انجام دادن اعمال با جسم است. آخرین کاربرم گفته که امام جواد علیه السلام می‌فرمایند خدمت و نعمتی که مورد شکر و سپاس قرار نگیرد همانند خطای غیر قابل بخشش است. ممنونم که با من همراه بودید. عیدتون مبارک باشه. ادامه برنامه رو هم بیننده باشید. سلام، خوش آمدید به اخبار شیعه در افق پانوراما. جمعی از زائران عراقی در نشست علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در روز یکشنبه 9 رجب سال 1445 شرکت کردند. آیت الله العظمی شیرازی خطاب به زائران عراقی شرکت کننده در این نشست علمی فرمودند: 3 چیز بر همگان واجب است به مقداری که امکان انجام آن را دارند. اول، رساندن عقاید اهل بیت علیهم السلام به مردم. دوم، رساندن احکام شرعی واجب و حرام به مردم. و سوم، رساندن قصص، تاریخ، احکام و اخلاق اهل بیت علیهم السلام به مردم. معظم الله همچنین در این رابطه تأکید فرمودند: بر جوانان اولاست که این مسئولیت را بر عهده بگیرند به مقداری که هر کدام از جوانان امکان دارند آنچه که از اهل بیت به ما رسیده از جمله واجبات و محرمات در عقاید، واجبات و محرمات در احکام و همچنین اخلاق اهل بیت علیهم السلام چه ایجابی و چه سلبی را هم خود بیاموزند و هم به دیگران آموزش دهند، چه برای اقربا و نزدیکان، عشیره، همکاران و مدارس و دانشگاه‌ها بر جوانان واجب است که به اموری که گفته شد التزام داشته باشند. با فرارسیدن میلاد با سعادت امیرالمومنین علیه السلام، وبلاگ نویسان و فعالان شیعه در تعدادی از کشورهای عربی و اسلامی کمپین علی در قرآن را راه اندازی کردند. گفتنی است پیشگامان این کمپین از طریق پست‌های وبلاگ و مقالاتی که در وبسایت‌ها منتشر می‌کنند مسلمانان و دیگران را به مطالعه آنچه در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مورد ولی ایشان و امیرالمومنین علیه السلام آمده است فراخواندند. این کمپین همچنین آیاتی از قرآن کریم که در شأن علی بن ابی طالب علیه السلام آمده است را در فضای مجازی نشر می‌دهند.
در پایان گفتنی است این فعالان هدف از نشر احادیث و آیات قرآن در شأن و منزلت امیرالمؤمنین علی علیه السلام را آشنایی با مردم جهان با ایشان دانستند و معتقدند اگر دنیا علی ابن ابی طالب علیه السلام را بشناسد از آن حضرت پیروی می‌کند. سازمان جهانی حقوق بشر از مقامات اندونزی خواست تا فوراً بازگشت قایق‌های حامل پناهجویان روهینگیا را متوقف کند. همچنین به حملات به پناهجویان پایان دهند. این سازمان همچنین از مقامات اندونزی خواست تا به پناهجویان اجازه دهد در نزدیکترین بندر پیاده شوند و از ارائه کمک‌های بشردوستانه به آنها دریغ نکند. گفتنی است در استان ساحلی آچه ساکنان تلاش می‌کنند از رسیدن قایق‌های حامل پناهجویان روهینگیا به ساحل جلوگیری کنند و چادرهای آنها را در سواحل محاصره کرده و خواستار اخراج آنها شدند. به گزارش سازمان ملل 15% از جمعیت یمن به دلیل درگیری‌های جاری در این کشور و تأثیرات مخرب آن بر جامعه از نوعی ناتوانی رنج می‌برند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در یمن اظهار داشت برآوردهای جهانی نشان می‌دهد نزدیک به 5 میلیون نفر در یمن به دلیل تأثیرات جنگ و درگیری‌ها و مین‌گذاری‌ها از نوعی معلولیت رنج می‌برند. این سازمان همچنین اشاره کرد این درصد ممکن است در واقعیت بیشتر از این هم باشد. این گزارش تأکید کرد که افراد آواره دارای معلولیت با آسیب‌های جدی‌تری در کمپین‌ها مواجه هستند. از جمله آنها میتوان به ناامنی، خشونت و نبود امکانات اشاره کرد. نشریه تایم در گزارشی درباره اقدامات دولت هند برای ساخت معبد بر روی مسجد ویران شده مسلمانان نوشت موضوع بحث برانگیز افتتاح معبد رام بر روی ویرانه‌های مسجد بابری نقطه اوج سیاست نارندرا مودی نخست وزیر هند برای حمایت از برتری طلبی هندوها بر مسلمانان است. در گزارش تایم آمده است که افتتاح معبد رام نه تنها برای مسلمانان هند بلکه برای برخی از هندوهایی که به کثرت‌گرایی و تساهل متعهد هستند زمان تاریکی را در پیش رو نشان می‌دهد. نشریه تایم در پایان گزارش خود می‌نویسد که اقدام علیه مساجد و تحریک احساسات مسلمانان برای جلب آرای هندوها اگرچه به ظاهر پیروزی مودی را در انتخابات در پی خواهد داشت اما در نهایت منجر به نابودی هند خواهد شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در سومین نشست سران G77 و چین در شهر کامپالای اوگاندا گفته است که کشورهای در حال توسعه باید برای اصلاح نهاد و چارچوب‌های چند جانبه قدیمی تلاش کنند. گوترش با اشاره به درگیری‌های جاری در اوکراین، شرق میانه و سودان خاطر نشان کرده است که این تنش‌ها زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل و همه مناطق را تهدید می‌کند. وی خواستار اصلاح شورای امنیت سازمان ملل شده و گفته که این شورا به دلیل تقسیمات ژئوپلیتیکی فلج شده است و ترکیب آن منعکس کننده واقعیت‌های جهان امروز نیست. کنسولگری افغانستان در کراچی پاکستان از آزادی 58 شهروند افغانستانی از زندان‌های پاکستان خبر دادند. روز شنبه 20 ژانویه عبدالجبار تخاری کنسول طالبان در کراچی پاکستان از آزادی 58 زندانی از زندان‌های کراچی خبر داده است. آقای تخار افزود که در میان زندانیان آزاد شده 11 تن کودک هستند. علاوه بر این کنسولگری اعلام کرد که در یک سال گذشته 32,000 افغانستانی از زندان‌های استان سند آزاد شده و به کشور خود بازگشتند. دانشمندان میگویند با استفاده از یک فناوری تلویزیونی برای آزمایش ارتباط اینترنتی با انرژی نور میتوان به سرعتی 100 برابر بیشتر از وای فای دست یافت.
آنها نوع جدیدی از فناوری ارتباط نور مرئی VLC ساختند که قادر است با استفاده از وسایل روشنایی معمولی که در خانه‌ها و ادارات استفاده می‌شود داده‌ها را منتقل کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از لایف ساینس، این فناوری ممکن است روزی بتواند جای سیستم ارتباطی وای فای به عنوان روشی برای انتقال بیسیم داده ها را بگیرد. سیستم لایفای یا اصطلاحاً هماندهی با نور برخلاف فناوری بیسیم وای فای که برای انتقال داده ها از امواج رادیویی الکترومغناطیسی استفاده می کند به منابع نور متکی است و به لحاظ نظری می تواند به سرعتی بیش از 100 برابر سریعتر از وای فای برسد. به گفته دانشمندان در حالی که لایفای یک سیستم کاملا شبکه‌ای است می تواند نور فرو سرخ یا فرابنفش را در خود جای دهد. VLS یک سویه است و فقط از طیف نور مرئی بهره می‌گیرد. برخی دانشمندان هم می‌گویند که لایفای تلفیقی از وای فای و VLC است. سازمان هواشناسی ایران با اشاره به فعالیت سازمان بارشی در 23 استان نسبت به کولاک برف، یخزدگی، احتمال قطعی برق، انسداد گردنه‌ها و وقوع بهمن در 10 استان هشدار داد. سازمان هواشناسی ایران گفت از بعد از ظهر امروز با ورود سامانه بارشی به کشور در استان‌های واقع در شمال غرب، برخی مناطق جنوب غرب، استان‌های ساحلی دریای خزر، استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی و استان‌های واقع در دامنه‌های زاگرس مرکزی بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، کاهش دما، رعد و برق و در مناطق کوهستانی کولاک برف آغاز می‌شود. گفتنی است استان‌هایی از جمله آذربایجان شرقی، شمال و نوار غربی آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، زنجان، غرب مازندران، گیلان، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، مرکزی، البرز، قزوین، تهران، شمال شرق خوزستان، لرستان، غرب اصفهان شاهد این سامانه خواهند بود. ممنونم از همراهی شما با خبر پانوراما. خدا نگهدار. بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام، یک بار دیگر میلاد سراسر نور حضرت جواد الائمه علیه السلام و یادواره تولد حضرت علی اصغر علیه السلام رو خدمت یکایک شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر میکنم که با پانورامای امشب همراه بودید. دعاگو و نایب و زیارتون هستم. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.